به ما تو کنسرتامون هر جا که برنامه اجرا میکنیم از اول کنسرت مردم این آهنگو صدا میزنن که این آهنگو اجرا کن اول یا زودتر اجراش کن. بله. خب این ترانه‌اش مشخصه دیگه راجبه چیه. قدر ستاره‌شو ندونسته، ستاره‌اش الان نیست، فکر می‌کرده و پشیمونه و فکر می‌کرده که اون کسی که وارد زندگیش میخواد بشه باید از مریخ حتما بیاد، یه نفر باید باشه که این نیست. آفرین. در حالی که شاید همین بوده، همینیه که کنارته، همینیه که کنارته. و این به ما چه کردیم با خودمون و چقدر همچین تجربه‌ای رو داریم که من در هر جای ایران، هر جای دنیا که میرم کنسرت این آهنگ صدا میزنن. خب چرا این کارو باید بکنیم با خودمون که وقتی با شنیدن یه همچین ترکی اینقدر این حس درمون بیدار بشه؟ به نظر من توی برنامه دیگه هم رفتم گفتم قدر ستاره هامونو بدونیم. دم شما گرم.